صبر کن، گوش بگیر. این ویدیو مخصوص تو یکی است. میدانم که از دنیا ناامید هستی و منم تلاش میکنم تو یکی راز منجلاب زندگیت بیرون بیاورم. گاهی وقتا زندگی برای ساکت میشود، نه چون چیزی تمام شده، بلکه زمانشه که تو خودتو پیدا کنی. درسته که بعضی زخم‌ها صدا ندارن، ولی در سکوتشان عمیق‌ترین درس‌ها رو بهت یاد میدن. پس یادت نره رشد کردن همیشه قشنگ نیست. رشد کردن گاهی با درد همراست، یا با اشک و شبایی که فکر میکنی دیگر تو توان ادامه دادن نداری، ولی تو اینجاستی نفس میکشی پس ادامه میدی و این یعنی ثابت میکنه تو قوی تر از اونی هستی که فکر میکنی. پس آرام باش، عجله نکن. هیچ کس مسیری تو یکی رو بلد نیست جز خودت. به خودت احترام بگذار، حتی وقتی که حس میکنی شکست خوردی، چون هیچ شکست واقعی نیست. بفهم وقتی تو یکی تسلیم شدی. من مطمئنم که تو برای تسلیم شدن